این سه سیم دو تا دونش میره به ECU، برق تغذیه‌ای نداره. یکی شیلده، شیلد یعنی محافظ نویزگیره روی این سیم، دو تا سیمه. یه سیم دیگه مثل سیم آنتن، سیم آنتن ماهواره LLB اگه نصب کرده باشین، سیم آنتن ببینید یه روکش آلومینیومی داره، به اون میگن شیلد. روی اون محافظ داره که نویز نگیره. این الان یکی از سیما نویزگیره به نام شیلد، اسمش شیلد میشه محافظ. چون اطلاعات این سنسور خیلی حیاتیه و سنسور ظریف و فسقلی مسقلی و برق پایینی هست، زود نویز میگیره. مثلا این سیم استارت که این بغل رد شده روی این ولتاژ القا میکنه، خراب میکنه کارو. ممکنه ماشین ریپ بزنه روشن نشه، بعد روشن بشه موقع استارت. به خاطر این میان یه سیم سومی هم براش میذارن که محافظ نویزگیره. این سنسور دور موتور، پس وظیفه‌ش اینه که دور موتور رو اندازه بگیره، موقعیت بالا بودن سیلندر یک رو اندازه بگیره، یعنی بفهمه میلنگ کجاست. این از این. خراب بشه ماشین روشن نمیشه. حالا اینو بنویسید شما، بعد وقتی سر این میگیم. اگه ماشین این سوپاپ سنسور این سوپاپ نداشته باشه، این قطع بشه، قطعا ماشین روشن نمیشه. دیگه کثیف بشه ماشین بد کار میکنه، پیچش شل باشه ماشین بد کار میکنه. خیلی حیاتیه. خلاصه اینقدر حیاتیه که نباشه ماشین روشن نمیشه. یه سنسور دور موتور. اگر تو سنسور دور موتور سوالی ندارید بریم سنسور بعدی. اینجا چی نوشته؟ سنسور میل سوپاپو داره. الان خطایی که میندازه مثلا تو چیز چیه؟ مثلا با یادم نیست. پی 500 چند بود؟ 500 خورده ای بود. 13. خطای پی میندازه اون. مثلا کدهای خطا رو سر کلاس می‌نویسن. کدهای خطایی که پیان، تمام کدهای خطایی که الان ما کنار هم هستیم کنار تو سیستم انژکتور تو این دوره میندازه، خطای پی میندازه. یعنی پاور ترین، موتور گیر بوکس. خطاهای موتور و سیستم انژکتور اولشون با پی شروع میشه. پی 0. حالا 113 420 513 هر چی میخواد باشه. اینا رو هم احیانا یه موقعی گم کردید، دستگاهتون ترجمه نکرد، بزنید تو اینترنت پی 0 فلان چیز، بعدش بزنید DTC. این تو استاندارد جهانی براتون میاره که این خطای چیه. یعنی اینجوری سر هایما جواب گرفتم، سر همشون جواب دادم. خطاش چیه؟ خطا میندازه دیگه، میزنه خطای سنسور دور موتور، خطای سنسور موقعیت میلنگ. این همشون با هم یکی.